روز 16 ایون در شهر خوجند در این انجمن کارخانه‌ها و شرکت‌ها و ناحیه‌های میوه و سبزواتکار شمال تاجیکستان محصولات خود را به نمایش گذاشتند. در میان آنها بار اول شرکت‌های از ازبکستان نیز اشتراک کردند. شرکت اوزپالیت هولدینگ از شهر تاشکند خلطه‌های کاغذی خود را برای محصولات ساختمانی معرفی نمود. ما هرچند با ولایت سوغد همسایه ایم اما بار اول در اینجا هستیم و از مهمان نوازی تاجیکان خیلی شدیم. امیدواریم که سرحدهای ما باز و روا و علاقه های تجارتی ما توسعه می‌یابد. فیک‌الله ممنوف مدیر بخش پالاتای سودا و صنعت ازبکستان در تاشکند گفت که در نمایشگاه خوجند نمایندگان بیش از 3 شرکت کشورش و اساساً صنعت سبک شرکت نمودند. صاحبکاران ما در یک روز نمایشگاه چندین شرطنامه‌های همکاری به امضا رسانیدند. ما در خوجند نمایندگی پالاتای سودا و صنعت ازبکستان را باز کردیم که این بر رشد سودا و تجارت متقابلا سودمند مساعدت خواهد کرد. ولایت‌های تاشکند و سوغد همسایه اند و امکانات خوبی راه‌اندازی همکاری‌ها دارند. تنها مشکل خراجات نقلیات است که امیدواریم این مسئله هم حل و فصل خواهد شد. قسمت عمده نمایشگاه از سبزوات و میوه‌های تر و تازه و خشک و شربت و نوشابه‌ها فراهم آمده بود، چیزی که خریداران خارجی را بیشتر جلب می‌کند. همچنین کارخانه‌های رشته بافی، حسیب و اشیای ملی سوغد محصولات خود را به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه چهارم تجارتی سوغد نمایندگان حدود 10 کشور خارجی با شمول روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان شرکت دارند. روسیه و قزاقستان خریداران اساسی میوه و سبزوات تاجیکستانند. ویکتور پالیانین مشورتگر سفیر بلاروس در تاجیکستان گفت که کشورش خواستار صادرات میوه و سبزوات طبیعی تاجیکستان است، ولی مانع نبود راه مستقیم است. کشورهای ما سند به امضا رسانیدند که باز کردن خط سیرهای مستقیم یا با راه تاشکند از تاجیکستان به بلاروس را در بر میگیرد. باز کردن خط سیر بارکشانی بین تاجیکستان و بلاروس یا توسط تاشکند به گسترش روابط و تجارت بین کشورهای ما و صادرات و واردات به همدیگر مساعدت خواهد کرد. بنا به اطلاع اداره کشاورزی ولایت سوغد، در سال گذشته بر روسیه از شمال تاجیکستان رسما 84,000 تن سبزوات و تقریباً 50,000 تن میوه صادر شده است که نظر به سال 2017 میوه 17,000 تن و سبزوات 4,000 تن کمتر است. ناحیه اسفره از منطقه اصلی صادرکننده میوه و سبزوات از تاجیکستان به خارج از کشور حساب می رود. در اسفره دهها کارخانه به تازه و بندوبست میوه های خشک و شکل معاصر تجارتی دادن به آن مشغولند. در یک سال صادرات میوه خشک عموما از اسفره زیاده از 35,000 تن را در یک سال به همین نشانداز نائل گشته ایم. امروز کارکرد آن باشد اگر تقریبا 10-15% آن را در بر میگیرد و خلاص. اداره کشاورزی ولایت سوغد بر رادیوی آزادی گفت که امسال صادرات سبزوات از ولایت سوغد افزوده است. هر روز به حساب میانه زیاده از 55 واگن قطارها و خارج کشور روانه کرده شده است. نمایشگاه بین المللی تجارتی سوغد 2017 در شهر خوجند روزهای 16 و 17 ایون ادامه میکند و در انجام آن مراسم امضای شرطنامه ها میان صاحبکاران و شرکت و کارخانه های تاجیکستان و خارجی و نتیجه‌گیری از کار نمایشگاه در نظر است.